حالا 4 تا پودره و 4 تا مچم چی مونده. حالا قطعونه کجا میرن؟ و مردم وقت خدا ضایع نکنن، در لاپ و پوفی اینا باور نکنن. دمی مردم افغانستان قد بود دیگه چی کده. اما مردم ملت ما و شما نسبتا آرام است از اول کده. اربکیه یک چور میکرد، خود شما یک چور میکردن، دیگه چور میکرد، دیگه چور میکرد. اما مردم خود فعلا آرام است نسبتا. با نام مردم زندگی خود کنه، آرامی خود کنه. خاطرش وزارت شما، خاطر وشی شما مردم را نارام نکنن چی کده. اما که توپ تانگ تایره داشتین که چی کردن؟ حالا دست خالی چی میکنن؟ البته اما اجل محقق صاحب ما پورا نشده بوده. اجل رابر اول قدر برادر بزرگ ما استاد تعالی اجلش پورا نشده بوده. نباشه والله ولی من را یک شم زنده میمان دوستم. نه استاد را زنده میمان، نه استاد محقق زنده میمان. قول برادر دادگیر کشتن، اینا را نمیکشتن. البته اونا را اجلش پورا نشده یا زورشان نکشیدن. در جان من قصد کرده بودن قط اسماعیل خان اردیش. من سر خود استوار بودم، سر خود اطمینان داشتم، اما کار کردن نتونست. اگه میتونست میکرد، هم کار سر من میکرد. و برادر دیگه در لاپ در پوپو یا نخورن. کاش که همونطور روز شو یک تعداد روشنفکرا و یک تعداد قماندان و یک تعداد مجاهدین روبرو شو. ما گپایش هم یک جزویش گفته تیر شدم. روبروی کل گپایش باز برش بگوییم. اما وقت میگم پسان باز بگوییم که میگه وقت زندگیش چرا نگفته بودی؟ کلش دروغ است. هیچ گپ ما دروغ نیست. کلش ما اسناد ثبوت دارم. شاید فیلم هم داشته باشم. دم اسناد آدم چیا؟ توپ تانگ سلا کل چیزای مانده آمدم. یک تعداد دو پیاده، یک تعداد اسکارت اینا را در دادم که سودا میکرد دوستم. در پاکستان سودا میکرد. کل چیز خوب چرا نگاه نکردن؟ هر کس هم توطئه و دستش در عاملش دوستم است. در پریفی یا در لافی یا در پوفی یا باور نکنن. دروغ میگن. این همین جای نشانی است. همین گپ مرا شما صف کرده بارن. این میگه پدر مردگی را خو برده، میگه اموخته خور خو نبرده. این اموخته خور است. یادش میاد، اما اموخته خورش یادش میاد. تشکر از توجهتان. سلامت باشین، با عزت باشین.